جواب دندان شکن آریانا سعید برای فرهاد دریا و مردم ایراد. آیا به واقعیت آریانا سعید هم پولای کمک شده و مردم ایراد را دزدیده؟ آریانا سعید اکنون کجاست و مصروف چی شغلی است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. آریانا سعید و فرهاد دریا بعد از زلزله مرگبار در ولایت باستانی هرات از طریق صفحات مجازیشان برای کمک به زلزله زدگان هرات پول جمع آوری کردند. پول جمع آوری شده توسط آریانا سعید و فرهاد دریا بیشتر از $70,000 آمریکایی شده بود. مسئولیت ساخت و ساز خانه ها را فرهاد دریا به عهده گرفت. فرهاد دریا با کمک انجینیران در ولایت باستانی هرات خانه های ساخت که مورد نقد شدید مردم و طرفدارانش قرار گرفته است. خانه های ساخته شده توسط فرهاد دریا هیچ نوع امکانات ابتدایی را نداشته است و فقط مانند خانه های کارتون ساخته شده است. جدیداً فرهاد دریا هم در صفحات مجازیش لایف آمده است و دلیل ساخت این خانه ها را بیان کرده است که این خانه ها اضطراری بوده است و فقط برای سرمای زمستان است. و آریانا سعید بالاخره سکوت را شکست و در صفحه فیسبوکش چنین متن نشر کرده است. طوری که خبر دارید چند وقت پیش کارزار برای جمع‌آوری و کمک به آسیب دیدگان زلزله در ایراد توسط از اهالی رسانه ها و هنر و فرهنگ به شمول خودم راه اندازی شده بود. در جریان این کارزار من مصروف برگزاری کنسرت‌ها هم بودم که از قبل برنامه ریزی و زمان بندی شده بود. از این رو نمی توانستم در کارزار متذکره سهم بیشتر از دعوت به اشتراک در کمپاین و تشویق مردم برای اهانه با آسیب دیدگان زلزله بگیرم. بنابراین از میان افراد خیرخواه که در این کارزار شامل بودند با توافق سایر دوستان شامل در کارزار مدیریت تدارکاتی و عملیاتی این برنامه را به محترم فرهاد جان دریا هنرمند سرشناس دلسوز و مردمی سپرده شد تا کمک های مردم شریف را که در پاسخ به این کارزار به حساب جمع آوری شده بود به سایه عمل و تطبیق ببرد. در پایان این متن آریانا سعید از فرهاد دریا و زحمات وی قدردانی و سپاسگزاری کرده است و به قول خودت خیر ببینی خانه پدرت آباد. آریانا سعید. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستداران فرهاد دریا و آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستداران خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.